هم‌دیوران عزیز 19 اکتبر 2025 سفر داشتیم با ولایت مازندران ایران برگشته به شاهرود رفته ایستادیم و در راه با مانند تاجیکستان در پیروال در بلندی من در یک جای آمدیم که یک ایستگاهچه است و اینجا آماده میکنن کباب، یعنی ششلیک های خودمون. این را ما فرمایش دادیم آماده میکنن چای هیزومی، اینا چای دودی میگفتن، چای علوی میگیم ما. این چای گرفتیم و نانی گرم گرفتیم، نانی اوچکی میگیم که نانی همین تاجیکی که مادر من میپخت. السلام علیکم. خوب است؟ از تاجیکستان مهمان شما آمدیم. از تاجیکستان مهمان آمدیم. تاجیکستان؟ بله آقا جان. این همه چیزی که اینجا هست و ما مانند است. این مادر من این خیلی نان رو میپخت. چیزی که در اینجا میبینم این کودکی من رو به یاد میبیاره در تاجیکستان. عالی. این مردک هم عالی گفت همه کاره. ایشون بسیار خلق خوب است. منه اینجا چی داشته باشه یه بار بینیم کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا چیزی دوره. این چی خوراک است خواهر جان؟ آش. کنی اگه کنه چی دوره در آنش؟ داخلش چی دوره؟ دوغ عدس، برنج، رشته، سبزی. آش بود است. نمیدونم چه خیلی اوشه. خیلی هازی یک نیم کوسه گرفته میخوریم. من آش نمیبینم. این همون ششلیکای خودمون. انا هم دیوران عزیز این آقای حسین انمون مردکی روزبالا که مویا گرفته گشته است. من هم خیلی مکانو بینو جنگلای بسیار گذشتیم. همون کوه و جنگل بود. ایستون شکن جنگل کم شده رفت. من جنگل است. این راهی از مازندران طرف شاهرود میرفته که پرسه کلانده گویا مونده. انا هم دیوران در پناه خود باشید. این یک نوارچه بود از بلنده. شما گرسنه شده بود این کباب نگاه کن. کباب به. آقای حسین شما خورید ما خوردگی حساب. شما خورید. لقمه کن بدن. نه حاضر شینم مایلش. شما لقمه کنید. آقای منور کنی. بسم الله. مثل نان تاجیکی. منور کباب دوست نداشت. آش خورد. نان آبی تاجیکی. بله نان تاجیکی خودمون گرمه که کیا؟ در تنور پخته است. من تنوری تاجیکی خودمون در تنور پختن. انا در پناه خدا باشه.